در این حدیث چی میگه؟ میگه رسول الله هم گفت که الکیس من دان نفسه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله آدم هوشیار کی را ببین، یکی هوشیار پیش ما و شما هست که ما و شما فکر میکنیم یک نفر خوب یک بلند منزل داره، این بسیار هوشیار است. یک کس میگه یک کس موتور 2010 سوار میشه، خوب هوشیار است و نتانسته پیسه پیدا کنه در موتور. یک کس دیگه میگه والا هوشیار کسی است، خود در چوکی بالا وزارت رسانده، ریاست رسانده. لکن نبی اکرم صلی الله علیه و سلم انسان بسیار هوشیار و زیرک چه قسم معرفی میکنه؟ یعنی تعریفی که پیغمبر کرده او تعریفی بسیار دقیق است. او تعریفی که ما و شما فکر میکنیم این تعریف دقیق نیست. نبی اکرم صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه الکیس. کیس چی رو میگن؟ انسان بسیار هوشیار، زیرک، با فهم، با فرهنگ، یا انسان خوب روشن فکر. رسول اکرم روشن فکر چه قسم معرفی میکنه؟ هوشیار و زیرک چه قسم معرفی میکنه؟ میگه الکیس من دان نفسه. میگه هوشیار و زیرک روشن فکر کسی است که خود محاسبه بکنه، خودش قلم بگیره. ببین شما همین هوشیاری رو کی کردن؟ حداقل مثلا همین دما یک مرتبه کتابچه و قلم بگیری همین اعمال خودن. یا مثلا صحابه کرام عادت داشتن وقتی که خفتن به سر خواب میرفتن، همین صبح که از خواب خیستن تا با وقت استراحت محاسبه میکردن. سر من نماز صبح فرض بود که باید میخواندم، خواندیم. وضو سرم فرض بود که باید میکردم، کردیم. برای نماز صبح تلاوت قرآن بعد از نماز لازم بود که باید ما تلاوت میکردم. یک آیت، 2 آیت یا 5 آیت حداقل تلاوت کردیم. یک چیز از دین میآموختم. تسبیحات بعد از نماز صبح تا آفتاب برآمد باید ما خواب نمیکردم. ما کردیم؟ چرا نکردیم؟ پس خودم محاسبه میکردیم که چرا من نکردم. مثلا من چرا صبحکی من از پس خواب بود؟ به خاطر از اینکه من شب زیاد پیش تلویزیون شیشته بودم، پس باید پیش تلویزیون نشینم تا که ما بتونم بعد از نماز صبح. بسیاری کساس خوب خود شیخ میگیرن، لکن همیشه بعد از نماز صبح تا آفتاب برآمد در خواب هستن و این در بعض فامیلا بیخی عادت است و این یک عادت است مخالف اسلام است. عادت زشت است بسیار. وقتی است که خواب وقت ناروا هست، از بعد از نماز صبح تا آفتاب برآمد خواب وقت درست نیست. ولی بعضی کسا بیخی عادت شدن. به خاطر چی عادت شده؟ خوب خود شیخ میگیره، خوب خود با تقوا میگیرن، لکن متاسفانه این تقوا بدل خود است. متقی بدل خود است، تقواش بدل خودش است. یک روز خودم محاسبه نکرده که چرا من عادتا بعد از نماز صبح چرا به جماعت نمیرم؟ چرا به نماز جماعت نمیرم؟ چرا نرفتیم؟ از این خاطر میگه صحابه کرام الکیس و شاگردای مکتب نبوت بودن. یا از پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که یک درس میگرفتن، یک تعریفی را پیغمبر برشان میداد، فورا او رو عمل میکردن. از این خاطر میگن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رو در بعضی روایت میگه والله اعلم چقدر صحیح است، میگن یک روز صبحکی حضرت عمر رضی الله عنه رو یک کسی بیدار کرد بخیر وقت نماز صبح داد. میگه حضرت عمر صاحب که خیست دست از زیر محکم گرفت، تو کی هستی که من از خواب بیدار کردید؟ من خود را نمیشناسم، چطور در خانه ما داخل شدی؟ گفت خیلی بده باز برات میگم. علاج داد. گفت من شیطان هستم. گفت شیطان خانه خراب، تو خود دیگران را اجازه نمیدی که نماز بخوانن، مرا چطور بر نماز بیدار کردی؟ بهش گفت یا عمر من خود شیطان هستم، کار میکنم که مردم ضعیفتر عمل بکنن. دیروز نماز صبح تو قضا شد، آنقدر گریه کردی، آنقدر استغفار کردی، آنقدر توبه کردی که ملائکه به امر الله بر تو ثواب 100 نماز داد. به حساب فضیلت توبه که انسان یک اشتباه در حالی که یک کس را خو میبره، خب میگه سر کسی که خو است خب قلم از او برداشته شده. لکن صحابه کرام وقتی که خودم محاسبه میکردن میگه آنقدر در وقت محاسبه نفست خود آنقدر گریه کردی و آنقدر عذر کردی و آنقدر به خاک سر تماندی و پیشانیت در روی خاک ماندی که بالاخره برای تو ثواب یک نماز نیست، ثواب 100 نماز جماعت برات نوشته شد. بالاخره من اومدم گفتم گمش که بیدارت کنم، هم یک ثواب بگیری بست است. این حالا اونا خود شاگردای مکتب نبوت بودن، خودم محاسبه میکردن.